دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ایمانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه قول دادند که اختلافات نظر اروپا و ایالات متحده درباره سوزش اتمی ایران را رفع میکنند. ملاقات دو رهبر در شهر واشنگتن روز 24 اپریل برگزار شد. دونالد ترامپ دیگر باره سوزش اتمی سال 2015 را یک فلاکت نامید و گفت اگر ایران فعالیت‌های اتمیش را از سر بگیرد مشکلات وزنین‌تر از گذشته خواهد داشت. آنها هیچ گونه فعالیتی را از سر نمیگیرند. اگر از نو شروع کنند مشکلات بزرگ خواهند داشت، مشکلات سخت‌تر از گذشته. این را ثبت کنید. اگر آنها برنامه‌های اتمیشان را از سر بگیرند مشکلات بزرگتر از گذشته خواهند داشت. دونالد ترامپ تا ماه مای فرصت داد است که سوزش اتمی ایران با 5 قدرت جهانی آمریکا و چین، روسیه و فرانسه و بریتانیا اصلاح شود. در عکس حال ایالات متحده از آن خارج می شود. ایران گفته است در چنین صورت فعالیت‌های اتمیش را از سر میگیرد. بر اساس این سوزش ایران فعالیت‌های اتمیش را محدود کرد و بعضی از تحریمات اقتصادی به ضد آن را از بین برداشتند.